رفقا سلام، وحید اسپیدم. آقا تو این دستی چاپری کلید کرد به من و ولکن نبود، منم آوردمشون اینجا و باشون درگیر شدم. بچه ها کنید من دمیجم، ولی با وجود اینکه دمیجم یه شات به اون زدم، میدونم که دیگه شات دومم اونو میندازه، برای همین راهشو میدم، وای نیستم که بره آرمور بزنه، بهش مهلت نمیدم. آقا یه سری از دوستان فکر میکنن بنده خدا که ما هر دستی که داریم میریم همه رو میزنیم و وین میکنیم. به خدا اینجوری نیست، ما هم مثل شما هم هیچ فرقی با شما نداریم. اصلا نامید نشین، ما هم یه پلیر معمولی هستیم، خدا هیچ فرقی نداریم. منم 10 دست بازی کردم اون شب تا این یکی رو وین کردم. یه دستی اصلا اسنایپ پیدا نمیکنم، یه دستی میام پایینم و اول کیل میشم، یه دستی هم حالا 7 8 تا میزنم ولی وینم نمیشه. اینجا رو بچا گوش کنید این چی میگه. آره دیگه چیته دیگه چیته. نه داداش چیته. اینی که تو دیگه اینی که تو داری میزنی Airdrop چیته به incoming. نظر. چی؟ خلاصه این خیلی بده که چون ایرانی هستیم این حرفا رو به ما میزنن، ولی اگه الان همینو یه پلیر خارجی بود، همین رفیق ما که به من یه حرف رو زد، کلی ازش تعریف میکرد و تشکرم بازی میکرد. در کل آقا به بازی همدیگه شک نداشته باشید، سطح همدیگه رو زیر سوال نبرید. به شما هم بخوایم به خدا میتونید اینجوری پلی بدید. فقط یه سری اصول و نکاتی داره که من تو پیجم اینا رو گفتم، بیا تو پیجم فالو کن، از این بعد هم نکات بیشتری میگم یاد بگیرین.